دیگه من اینجا چی نوشتم سکانس باحال؟ این که باحال ورود پادشاه، ورود لاتی پادشاه که من خودم میشینم، اون جزو سکانس‌های خوب بود. خیلی سکانس خیلی سکانس آره خیلی خودم میشینم اون خیلی خوبه، خیلی سکانس خوبه. اونجا که دیمن هم میزنه ورمونت رو سرشو میبره که اصلا لاتیش پر اجازه بعد چیزه، بعد مثلا این ابهت پادشاه که هر کی بهش دست میزنه میگه نه، ولی مثلا برادرش میاد دستش میگیره. آره تو حالا خیلی خوبه، خیلی سکانس خوبه. همین اینجاست. آره خیلی سکانس خوبه. بعد عرض کنم خدمت که یه سکانسی که من حس میکنم باید چیز کنیم دربارش صحبت بکنم، حالا مثلا خیلی چیزم عمیق نه، ولی توی اون شامی که میشینن گرین ها یه سمت میزن، بلک ها یه سمت میزن، به نظرم این یه یارو استوری داره که چهره اون نیمه خراب صورت به سری سمت گرین هاست. میدونی یعنی انگار میخوان یه چیزی رو بفهمونن. کار نداره قراوان آفت زده ها اون. آره آخرین سکانسی که یه چیزی میونه کلامت من بگم. ببین بچه های دو طرف، خب بچه های رنیرا با اینکه به قول اینا حرامزاده هستن ولی بچه های عاقل و مطیعی هستن. خب بچه های اون که مثلا به قولن بچه پادشاهن و خونه پاکن و نمیدونم این داستان ها، دیوونه میوونه جفتشون. خب یعنی قابل کنترل نیستن. بعد حالا بچه های والریا هم، یعنی اون سرکورلوس بود کولیس بچه، آره اونو مین کوینه، بچه های اونا هم آدمای عاقلی هن. خب یعنی به فکر زندگی هن، مثلا خیلی کول با قضیه کنار میان و مثلا ادامه میدن و مثلا اینجوری. ولی برام خیلی این که شخصیت بچه های اونا رو تصویر کرده بود با شخصیت بچه های این که مثلا این چقدر حرف مادرشون رو گوش میدن، چقدر مطیعن، دوست دارن کمک کنن، دوست دارن خدمت رسانی کنن، ولی بچه های اون نه، این بزنیم و اونو بکشیم و این وری بریم و اون وری بریم و اشغال کنیم و مثلا این داستان ها اینجوری هن. با این حال ولی تلاش میکنن مثلا اونو بکنن پادشاه. ببین آتو مثلا داره دم از چیز میزنه دیگه، دم از یه دانشی میزنه که آقا 7 کینگدامز قبول نمیکنه یک ملکه رو، به خاطر ما باید اگانو بذاریم روی تخت پادشاهی، در حالی که اصلا همه بدبختی‌ها سر زیر سر این اوتوه، خود اوتوه. خود اوتو هم آقا آخر سریال تو فصل 10 توی قسمت 10 دیمن میره زیر دراگونستون، شروع میکنه یک لالایی به زبان هایبرنیان برای اژدهایی میخونه. اون اژدها چیه؟ کیه؟ اون اژدها گنده هست، ورمیتور. اونه ورمیتور که اژدهایی که اژدهای جهریسه، اون پادشاهی که یه سکانس رو میبینه. آره و الان کسی ندارتش دیگه، آن کلیمده به قولی، باید ببینیم که تو فصل 2 اتفاقی برای ورمیتور میفته. خب بعد نکته که وجود داره ویسریس اژدها نداشته خودش. آره فکر کنم ویسریس اژدها نداشته. ویسریس اژدها نداشته خودش، اون هم که اژدهای اونه. ببین ویسریس سوار بر اون اژدهایی که مرده شده بوده، اژدهایی که کلش هست، ببخشید اژدهایی که کلش زیر شمع هست. بیلور، آره بیلور فکر کنم. ویسریس با اون رفته اومده، موقع که اون مرده دیگه اژدها نداشته. اوه نه بابا. ببین صاحب اون پادشاه قبلی بوده، پادشاه قبلی میمیره. خب بعد همون که میگی یه دونه اژدها نمیتونه دوتا سوار داشته باشه، موقعی که صاحب قبلیش میمیره این میره اونو میگیره. خب بعد با اون پرواز میکرده تا اینکه این میمیره. این که میمیره این دیگه اژدها نداشته. اونم که چیز بوده، اصلا نبوده که کسی بخواد بره رامش کنه. یعنی در ابهت اون کسی نبوده که بخواد بره رامش کنه. یه چیزی من بگم اینجا. آره خب بعد یه چیز اینجا بگم، توی قسمت 10 اگه اشتباه نکنم، رنیرا که میاد تو، دختر کوچیکه رو صدا میزنه که میگه با هم بیا، اون که برای شراب میریزه رو صدا میزنه میگه با هم بیا. خب اون اژدها نداره. خب اون بچه‌ایه که اژدها نداره که ویگا رو باید کلیم میکرد. آفرین. خب ممکنه این گنده بشه اژدهای اون، شاید، چون تنها شخصیتی که الان اژدها نداره اونه. خب و الان یه اژدها داریم که صاحب نداره، یه کسی هم داریم که اژدها نداره. تنها شخصیتی که اژدها نداره اون، یا این که مثلا چون
توی تیزر فصل 2 من دیدم چیز که میره آوازه رو میخونه یه جاییش هم هست که رنیرا رفته پیش همینجا دقیقاً یه جاییش هم هست. آره تو همین لوکیشن رنیرا پیششه. خب توی همین لوکیشن. حالا ممکنه که اینو بدنش یا اینو بدن به اون، یا مثلا دیمن اینو گردن بگیره مال خودشو بده به اون. خب همین دیگه. پس اینو دارن رام میکنن که بدنش به اون، چون اون تنها آدمی که توی کل اینا اژدها نداره الان اونه. خب من بهت بگم دو تا چیز. اولا که اینو بدن به اونی نیست، یعنی اون باید بیاد اینو رام بکنه. آره دیگه. خب نه دارن رامش میکنن که اون بتونه بیاد گردن بگیره دیگه. آخه بازم رامش میکنن نیست یعنی من بعید میدونم این شکلی خودش باید بیاد اینو انقدر مثلا یه حالت دستوری بهش بگه که اون بپذیره. اوکی حالا اینکه بکنه یا نه نمیدونم. نکتهش اینه که هر کسی که میخواد یه اژدهایی رو کلیم بکنه باید تارگریان باشه. آره. خب اینا چیکار میکنن توی فصل 2؟ من یه دانشی از کتابشون دارم. اینا میرن دیمن در واقع میره میگرده بستردای تارگریانا رو پیدا میکنه. اونا رو میاره میگه بیاین اژدها رو کلیم بکنین برای ما بجنگین. فهمیدی شما؟ اینجوری میگه یه سری اژدها ان کلیم دارن دیگه این کارو میکنه. حالا اینکه 3 تا تخم هم اگه یاد باشه دیمن یه جا سری هم تخم هم تحویل میده. یا اینا رو بزرگ کنید. البته که تخما تا به دنیا بیان و مثلا بزرگ بشن به حدی که تو جنگ استفاده بشن نمیدونم، ولی به هر حال آره یه اتفاق اینجوری میفته. اما خیلی دوست دارم واقعا بدونم که ورمیتور هست توی این جنگ ها یا نه، چون ویگار که ویگاره، اون با هر کی بره میزنه میترکونه. به قول تو فقط ورمیتور ممکنه که بتونه حریفش بشه. بزرگترین اونه الان دیگه. گرچه اژدهای دیمن هم خیلی خفنه آجی، یعنی با اینکه شاید سایزی اندازه ویگار نباشه اسمش چیزه کراکسس. خیلی اجرای خفنی خودش. بعد یه مشکلی هم سریال داشت، یه سوتی که چند تا داشت. خب چند تا سوتی تصویری داشت. مثلا یکیش این که 2 تا انگشت ویسریس قطع شده بود. بعد اونجایی که میخواد نامه بده به اون افسره که بیاره برای دیمن که دارم 2000 تا سرباز میفرستم، دور انگشتاش چسب سبزه. خب بعد انگشتا هستن توی چیز، یادشون رفته انگشتا رو بردارن. انگشتا هستن. خب بعد بلافاصله میره انگشتا، ولی تو اون قسمتی که داره نامه رو میده انگشتا هستن. یکی اینه. دومی این خانم کوینه، تکنیکال کوین اسمش چیه؟ رینیس از تو زمین میاد بیرون با اژدها. خب یه کلوزآپ ازش میگیرن از خودش و اژدها که دره رو دارن میبندن. خب این از دره گنده تره. خب بعد مثلا میشه انقدر از دره رد میشه دوباره میشه مثلا 3 و 10 مثلا قدش میشه و یه قولی میشه از دره میره بیرون مثلا، چون یهو خیلی گنده میشه، ابعادی همه چی میریزه به هم دیگه یهو ابعادی دیگه. حالا اژدها شاید یه مهارت پروازی اینجوری اژدها بالا رو جمع میکنه، خیلی سوسکی بالا رو جمع میکنه و اینجوری جمع جور میره عقابی میره بیرون. خیلی آتیش بود. آره دیگه در مورد خود اژدها، ویگار که مال ایموندو میدونیم بزرگتر از همه است. بعد ورمیتوری که بعد ببینیم تکلیفش معلوم میشه فصل بعد. کراکسیس اژدهای دیمنه که حرف نداره. سیرکس اژدهای رنیراه اژدهای قبولی است میپذیریم. سانفایر اژدهای اگانه. بعد سی اسموک اژدهای لینوره که تو کتاب گفتم میمیره ولی تو سریال نمورده، باید ببینیم چی کار میکنن باهاش. میلیس هم اژدهای همین رینیسه، این کوینه. ببین یه چیزی بگم، چون که حالا من کتابو نخوندم، خب جوری که من حس کردم، یعنی تا حدودی این ور اون ور دیدم، گویا توی داستان کتاب اینا خیلی سفت بر این نیستن که آقا رنیرا کشته چیزو لینا رو توی سریال، توی کتاب. خب ولی تو سریال خیلی سفت بر اینن که چیز کشته، چیه؟ رنیرا کشته لینا رو. اینا کی هم گفتی؟ پدر مادرش دیگه. سرکورلوس و اونکی سرکورلوس نه کورلیس و یه دونه دیگه اونکی رینیس. اینا خیلی سفت میگن که تو کشتی. خب من یه احتمالی میدم که ممکنه تو فصل 2
لینور بیاد، چون اگه یاد باشه لینور میخواست کمک کنه به رنیرا از یه جایی به بعد. خب و چیزی که باز من حس کردم لینور نمیدونه که رنیرا اینا نمیخواستن بکشنش، فقط میخواستن فراریش بدن که بره. نه دیگه چرا؟ من چیزی که فهمیدم یاروه هماهنگ شده است، یعنی رنیرا انگار به لینور میگه که آقا تو بیا در رو که من با دیمن چیز بکنم، بتونم کلیم بکنم پادشاهی رو اینا. خب نه میگم من حس کردم لینور نمیدونه اینو. خب پس من برعکس فهمیدم. حس کردم از سمت عموه شاید بدونه، عموه به اون گفته باشه که آره دیمن گفته باشه که اون به اون بگه که اینجوری، چون دیمن خودش میاد یه نفر رو میکشه که بندازن تو آتیش. اون نفری که تو آتیشه رو خود دیمن میکشه که بندازنش تو آتیشه. این حالا ممکنه لینور بیاد چون میخواست به رنیرا کمک کنه، بیاد به اینا ثابت کنه که آقا این منو نکشته و من تو تیمت هم میخوام کمکت کنم. سوار اژدها میشه و میاد و لاتیشو پر میکنه ادامه داستان. بعد ببین که شما یه اژدهای مهم خیلی جای بحث. آره شما یه اژدهای مهمی از داستانو که جنگیده، مثلا اژدها رو نشونش دادی جنگیده، یا ولش کنی رو هوا، مثلا حیفه اژدها تربیت شده، هزینه شده براش، غذا دادیم بهش. آره همینجوری رهاش نکنید اینو. این که بعدم حالا نکته‌ای که داره این که آره دیگه همین، این که بخوای اون اژدها رو ول کنی همینجوری رو هوا، چون جنگیده اژدها. حالا اگه از اول ما نمیدیدیم اژدها رو، حالا یه موضوعی بود، ولی ما اژدها رو دیدیم در حین سریال. آره نه این لینور خیلی محل بحث میشه، یعنی باید بیاد در موردش. این سکانس هم خیلی درس آموزنده‌ای داشت که قدرت همیشه به حرف تو نمیمونه. قدرت به فهم زورش از تو بیشتر آره برای ایموند خود برای چیزم، برای این پسری که مرد اسمش بود، لوک. این پسر لوک ببین اژدهاش میترسه آتیش میزنه به اون، در صورتی که لوک بهش نگفت. بعد بهش میگه به حرف من، به فرمان من گوش بده و میره بالا. بعد اون قاطی میکنه، این هی بهش میگه به فرمان من گوش بده فلان اینا، یهو از کوره در میره و میزنه اونو تیکه تیکش میکنه بالا. یه خسته نباشید میگه بهش. ولی خیلی گنده است ویگارا به نسبت اژدها. مثلا اینا در حد بلدرچینن، اون در حد عقاب آسیاه. آره آجی ویگار اصلا یه تنه میتونه بازی رو عوض کنه. خیلی بعد دیدی چقدر تناب و نردبون و اینا ازش آویزونه. این مثلا 15 نفر ازش میرفتن بالا. آره خیلی پشم میزونه. بعد یه چیزی، این ویگار قبل از اینکه بشه اژدهای زن دیمن، اژدهای کی بوده؟ نمیدونم چون اصلا قبل لینا اصلا نیست توی سریال، این صحبتی ازش نمیکنه. یه جایی من فکر کنم دربارش حرف میزنه، چون اژدهای تو این سایت سنش بالاست. خب این سنش بالاست، مال یکی دیگه رو کلام کرده، این دیگه اومده سوار. آره دیگه یه کسی دیگه بوده، حالا مرده. شاید سالها ویگار بدون چیز بوده، بدون دراگون رایدر بوده، نمیدونیم ما اینو. و خیلی سریع پا داد دو چیز ویگار با این عظمت اومد تو حداقل یه زیر لفظی یه چیزی میگرفتی، همینجوری اون یارو اومد و آراکی دیسونه فلان و بیسار اونا گفت بالا چیزه. اون یاروی که بهشون میگن موقعی که میخوان کلم کنن لیکیر، دوپامینیکس نمیدونم، یعنی آروم باش. لیکیر 4 تا اسم دارو به کار برد، دوپامینیکس و آراکیریس و نمیدونم استامینوفنیس گفت و رفت سوار داستان شد. خب خیلی عالی آقا، بسیار لذت بردم. امیدوارم که بینندگان عزیزم شما برم، امیدوارم که لذت برده باشید. به قول اون کی پادکستی ها میگن sharing is caring. sharing is caring. sharing واقعا is caring. بذارید زیاد، فقط کامنت انگلیسی بذارید، خواهش میکنم. انگلیسی فوش بدید حداقل. انگلیسی. خیلی عالی. ما به پایان رسیدن فصل اول که الان دارید میبینید، سکانس آخرشو، ما هم پادکست رو به پایان میرسونیم. چیز کنیم چیز کنیم. آره خداحافظی کنیم، من بعد به تو به خودت بگم. فعلا آقا مخلص.